سلام دوستان عزیزم، امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. این روزها فضای مجازی پر شده از انواع دستور پخت نونسیر که طرفداران زیادی هم داره. منم امروز میخوام یکی از خوشمزه ترین هاشو درست کنم. لطفاً تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. برای شروع یه لیوان آب ولرم رو با 1/4 لیوان روغن مایع و نصف قاشق چایخوری مخمر خشک فوری رو با هم ترکیب میکنیم. هم میزنیم تا مخمرمون توی آب کاملا حل بشه. حالا 2 لیوان آرد داریم که نصفش رو با خیال راحت به مایعاتمون اضافه میکنیم و به همراه نصف قاشق چایخوری نمک با قاشق ترکیب میکنیم موادمون رو تا خمیرمون وسط ظرف جمع بشه. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و حتما زنگوله رو فعال کنید تا اولین نفری باشید که ویدیوهای بعدی رو دریافت میکنه و اونها رو میبینه. حالا کم کم بقیه آرد رو اضافه میکنیم و با دست شروع به ورز دادن میکنیم تا زمانی که یه خمیر نرم و لطیف داشته باشیم که به دست تمیز نمیچسبه. خمیرمون که به این شکل در اومد 1-2 دقیقه ورزش میدیم یا به این شکل تو ظرف بهش ضربه بزنیم. برای درست کردن نونسیر یه خمیر حرفه‌ای لازم نداریم، یعنی این لازم نیست که خمیرمون حتما به تست پنجره و اینها برسه. در همین حد که خمیرتون جمع شد کافیه. اون رو گرد میکنیم، وسط ظرف میذاریم و برای اینکه میخوایم روش رو با نایلون فریزر بپوشونیم و خمیر به نایلون نچسبه کمی آرد روش میریزیم و بعد روش رو میپوشونیم. میذاریمش توی دمای محیط تا زمانی که حجمش 2 برابر بشه. زمانی که استراحت خمیرمون تموم شد، قبل از اینکه بریم سراغش چند حبه سیر رو با رنده ریز رنده میکنیم. تعداد سیرها کاملا دلخواه و سلیقه‌ایه. هر تعدادی که دوست دارید میتونید استفاده کنید. حالا توی یه تابه 50 گرم کره رو به همراه یه قاشق غذاخوری روغن میذاریم روی حرارت کم تا کره‌مون ذوب بشه. کره که ذوب شد، حالا پوره سیر رو اضافه میکنیم و 1-2 دقیقه اون رو روی حرارت هم میزنیم تا سیرمون از خامی در بیاد. حالا میریم سراغ خمیرمون که استراحت کرده و عمل اومده. کف سینی مورد نظرمون رو چرب میکنیم و خمیرمون رو بدون اینکه هواگیری کنیم، یعنی بدون اینکه ورزش بدیم، از ظرف خارج میکنیم و توی سینیمون میذاریم و به اندازه سینیمون پهنش میکنیم. اگه دوست داشته باشید میتونید مثل من کنارهاش رو به این شکل برگردونید. حالا ترکیب سیر تفت داده شده با کره رو روی خمیر میریزیم و به تمام قسمت ها پخشش میکنیم. در آخر هم یه لایه حسابی پنیر پیتزا روی خمیرمون میریزیم.
اگر دوست داشتید روی پنیر پیتزا هم کمی آبیشن بپاشید که خوشمزه ترش کنه. حالا اون رو در فر از قبل گرم شده 180 درجه میذاریم تا زمانی که زیر خمیر رنگ بگیره و روش هم این شکلی طلایی بشه. بعد هم به همین قشنگی برشش میزنیم و نوش جان میکنیم. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشید و حتما این نون سیر خوشمزه رو درست کنید و در کنار خانواده ازش لذت ببرید. لحظاتتون خوش. خدا نگهدار.